با مقصد پیشگیری بیماریشوی اهالی و بلند برداشتن فرهنگ طبی جامعه در دوره تطبیق هدفهای بنیادی دورنمای پیشگیری و نظارت بیماری‌های غیر سیرتی و آسیب برداری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2023 جلوگیری مرکزاندهی طبی و مشورتی کاروان سلامتی زیر شعار سالمی مادر و کودک در مؤسسه‌های سلامتی دهاتی چوست باغستان و به نام اکرم حسن فی ناحیه شهرنو در سطح خوب گذرانده شد. در همه مؤسسه‌های سلامتی دهاتی زیاده از 40 نفر متخصصان طب بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرنو برای معاینه طبی سفربر کرده شده در رفت کاروان سلامتی احتیاجمندان به معاینه تشخیص توسط دستگاه و تجهیزات‌های معاصر طبی فرا گرفته رایگان گذرانده شدند. دوامی 2 روز شد که ما کاروان سلامتی گذرانده در مرکز سلامتی دهاتی جماعت اکرم حسن و مرکز سلامتی دهاتی جماعت چوس گذراندیم که همگی 1250 نفر زنان حامله از معاینه گذرانده شدند که همه در اینجا همه سرمتخصصان ساحه معاینه کردند. در وقتش معاینه کردند که تحت واریس‌های در وقت حامله داری گروه خطر تحت نظارت گرفته بخیر گرفته شد. مقصد اساسی این چاره‌بینی در آن است که برای پیشگیری کردن واریس‌های حامله داری و کم کردن فوت مادر کودک. مسئولین قید می‌نمایند که کاروان سلامتی تحت شعار سالمی مادر و کودک مدت 5 روز در دیگر مناطق ناحیه شهرنو ادامه خواهد کرد.